از خوشمزگی و جذابیت این پیتزای زبون هرچی بهتون بگم کم گفتم. با کمترین هزینه میتونید داخل خونه این پیتزای خوشمزه رو درستش کنید، در کنار عزیزات لذتش رو ببرید. بریم درستش کنیم. 300 گرم زبون دارم که داخل زودپز میریزم که سریعتر پخته بشه. بهش یه دونه پیاز درشت که چارقاشش کردم اضافه میکنم، برگ بو و 2 حبه سیر و یه دونه چوب دارچین. مقداری هم فلفل سیاه بهش اضافه میکنم. بعد از اون نوبت اضافه کردن مقدار کمی زردچوبه است و بعد هم آب جوش رو بهش اضافه میکنم، درش رو میبندم، میذارم روی گاز تا حدودا 1 ساعت کاملا بپزه. تو این فاصله خمیر معروف جادوییمون رو درست میکنیم. 10 گرم خمیر مایه و 10 گرم شکر رو داخل 1 لیوان آب میریزم و میذارم که به عمل. برای درست کردن خمیر 1 پیمانه هم آرد به اون مخلوط آب و خمیر مایه رو اضافه کرده بودیم، به عمل که اومد 4 پیمانه آرد باقی موندم رو هم بهش اضافه میکنیم. توی این ویدیو من آموزش درست کردن خمیر رو نذاشتم، فقط سرسری ازش عبور کردم. اگر دوست داشتین که این خمیر جادویی خوب و خیلی خیلی خوشبافت رو یاد بگیرین، من لینک تهیه این خمیر جادویی رو براتون میذارم، حتما تماشا بکنین. باهاش میتونین خیلی غذاهای مختلفی درست بکنین. اگر ویدیوی تهیه خمیر جادویی رو تماشا کردین، من با نصف اون موادی که توی اون ویدیو گفتم این خمیر رو درست کردم و باهاش یه دونه پیتزای خانواده و یه پیتزای نرمال درست کردم. به همین نسبت خمیر رو توی ظرف هاتون پهنشون بکنید. میتونید خمیر رو بیرون پهنش کنید، بازش کنید و بعد به ظرفتون منتقل کنید. اگه خمیرتون یه مقداری چسبندگی داشته باشه، نونتون در نهایت بهتر میشه. بعد با چنگال سوراخش میکنیم، میذاریم یه 10 دقیقه دیگه دوباره استراحت دوم رو انجام بده. بعد کف پیتزامون رو سس کچاپ میمالیم. میتونید از سس آلفردو هم برای پیتزای زبون استفاده بکنید. من از پنیر پیتزای مطهر استفاده کردم که فوق‌العاده با کیفیته. روی لایه اولمون پنیر پیتزا میریزیم و بعد تیکه های زبون رو که به این صورت رشته‌ای من کردم روش قرار میدیم. شما میتونین ورقه‌ای هم زبونتون رو تیکه تیکه بکنید. بعد هر چیزی که دوست داشتین میتونین بهش اضافه بکنین. من از فلفل دلمه استفاده کردم که مقدارش کم بود و پیازهای حلقه‌ای شده، قارچ و پنیر پیتزا. بعد از پنیر پیتزا 2-3 تا فلفل دلمه‌ای حلقه‌ای شده رنگی و چند تا قارچ هم روی پیتزا استفاده می‌کنم که خوشگل ترش کنه. اینم از پیتزای نرمالمون که زبون و ژامبون و پنیر پیتزا فقط داشت، چون حسام اصلا سبزیجات نمیخوره. با دمای 190 درجه داخل فر قرارش میدیم تا آماده بشه و روش کاملا گریل بشه. برای درست کردنش نیازی به کاغذ روغنی و چرب کردن ظرف هم نداره، به راحتی از ظرفمون جدا میشه. اینم از پیتزای خوشمزه ما که به راحتی درستش کردیم با خمیر خونگی. واقعا پیتزا یه چیز دیگه است. اگر دوست داشتین خمیرتون رو میتونین نازک‌تر بگیرین. من پیتزای خونگی رو با خمیر کلفت‌تر دوست دارم. داخل بافت نونش رو هم ببینید، فوق‌العاده است. خیلی راحت این پیتزا رو درستش کنید و در کنار خانواده میلش کنید. نوش جان.